دوستان از ماه مبارک رمضان است و خانواده دیگه تفلک سکنیم قندولک خنده میکنه. اینا 5 تفلک داره، شوهرشان وفات کرده، می بچه‌کشون از کار میکنن، رنگمالی میکنن، کارهای شاقی دیگه مصروف هستن و همسایه‌ای که در 14 بغل خانواده است به اینا کمک و بعض اوقات دستگیری میکنه اگه نمیتون او تفلکش البته بچه‌کش پول بیاره به خانه. متاسفانه شرایط هم قسم شده که در بیرون هم کسا حتی بوتای خود هنگ نمیکنه با خاطر که اقتصاد مردم هم نسبتا ضعیف شده است. بیاین که در ماه مبارک رمضان این خانواده را کمک کنیم، دستگیری کنیم. خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. لینکار شما مشاهده میکنین مثل فامیل این مادر بزرگوار، فامیلای دیگه هنوز منتظر هستند. از سفره‌های خود چند نوع غذا را حذف کنین، 2-3 نوع غذا کفایت میکنه سفره‌های این خانواده را رنگین بسازین. السلام علیکم.